ماینکرافت اما کل دنیا از بلاک‌های شانس تبدیل شده. هدفش چیه؟ کشتن دراگون. سلام بچه‌ها، چطور؟ خوش اومدید به یه ویدیوی جدید. امروز البته من دارم این ویدیو برای شما ضبط می‌کنم شب، الان دقیقاً 2 شب دارم این ویدیو رو برای شما میگیرم. امروز یه مود ریختم که کل دنیا رو تبدیل میکنه به کلا بلاک‌های شانس و قرار ما بریم دراگون رو بکشیم. حرف زیاد نمیمونه. این لایک های این ویدیو رو ببریم بالای 1000 تا عاشقتونم بوس به کلتون. قلبای بنفش تو کامنت ها پر. میخوام بتر کنین کامنت ها رو. عاشقتونم. بدون معطلی بزن بریم سراغ ویدیو. این من میدونم این بخوام بکنمش هیچی نمیده واسه اینا. اول چیز یادم رفته بود. کلنگ الان ما الان دقیقا یه دونه کرافتینگ تیبل ما پیدا کنیم. کرافتینگ تیبل ما میخوام یه دونه کرافتینگ بده. چقدر باید بکنم تا یه دونه کرافتینگ پیدا کنم من؟ یعنی خواستا چیا داد؟ یه دونه شمشیر با یه دونه پیکس. بابا بدش دیگه. اینا نیاز اون نیست ولی خب میگه بمونه. ما الان فقط وسایل دایموندی میخوایم پیدا کنیم. وایسی اینو بکنم این راحت تر بازی کنم. یه دونه خب البته که یه دونه کرافتینگ تیبل خب آقا ما خودمون پیدا میکنیم الان، ولی خب حداقل بذاری سریعتر کارا رو انجام بدیم. اینو بسوزونیم بره. چی داد؟ آقا من الان اینا چی به دردی میخوره؟ یه لوت های خوب به من بدین دیگه. یه دونه کلنگ دایموند ساده داد. خدا لعنت. باستی خب ما یه دونه این چی بهش میگفتن خدا؟ ابسیدین در آوردیم. همون نمیدونم چی بهش میگن. یه دونه نیاز داریم که این پورتوره رو فعال کنیم. فهمیدم این چیه. با دست بکن دیگه. کم داری مگه؟ پر شدیم سریع هم پر شد. آقا من دایموند میخوام. آقا دایموند this is diamond. یه دونه فندک به من بده من برم. بس این چی داد؟ آقا یه توش دوتا یه دونه گلد اپر دیگه. حالا یه دونه اینو داد. آقا دایموند میخوام. خدا ما سر خریتی کندم. دایموند نیست؟ تو هیچ کدومشون دایموند نبود. جان بخوای کلا حساب کنیم ما الان نزدیک فول دایموندیم. آره الان فقط موند این همه چوب خوبه. چوب نیاز داریم. من لاوا میخوام اینا رو چیزای مزخرف رو بندازم بره. میایم میدیم چوبا رو میگیریم ازش چون بیشتر میشه. جای لوت نداری. یه دونه چست درست کنیم که فعلا نیازمون نمیشه رو بندازیم توش. آره بچه پیدا کردم. بسیم 12 تا از اینا. اوکی 1 2 بدون هیچ گونه اشتباهی من اینو درست کنم. 1 2
فعلا اینقدر لوت داریم. لوت های بقیه‌شون هم داخل چسته. الان موند که بریم چشمای اینا رو این کنیم. اون داخل اینجور خونا احتمال داره که توشون چیز باشه. نیاز به همچین چیزی داریم. خدا توش باشه. ریدی با این کار کردن ای خدا. هیچ باش تو رو خدا توش باش. هیچ باش. هیچ یعنی بی خودی ما داریم وقت خودمون رو تلف میکنیم. خدایا به نام رب باشه توش. این به درد چی من میخوره؟ این چیه؟ کاری میکنه؟ نه میتونیم طلا پیدا کنیم. داداش من خونه تنام ریدم تو خوندم. شو چی؟ خب اینجا نمیشه کاری کرد. با تیرکمونه رو بده من. الان ما فقط طلا نیاز داریم. ما به شدت به طلا نیاز داریم. چیا میده نگاه بسیم. این نمیدونم بده چی بابا آقا این باله رو بده به من. تو هم نه. آها خب افتادی تو اینونتوریم. آقا من طلا نیاز دارم. من الان طلا نیازم. چون بازم پیدا کردیم ولی الان فعلا دیگه نیازش نداریم که. حالا اگه طلا شد مهمه. طلا نیست. بچه اینو پیدا کردیم. واسه 3 تا یعنی یه قسمتشو درست کردیم دیگه. فقط مون یه چند تای دیگه هم پیدا کنیم حل میشه. آها اوکی طلا 4 تا. اینم از این چند تا طلا شد. 7 تا طلا. به نظر تو کار میکنه؟ آی باستی این همه فسویل داره. دلم بچه ها طلا پیدا کردیم. میرسم پیدا کنم اینا رو. الان کم دارم. چی داد به من اونورا کار کنم. کلا نمیخوام هیچی نخواستی. بچه اینجا رو خوبه یه وسایل این کندو رو بخوام کجام. اینم میخوام چیکار. اینو بده. الان فقط باید بکنیم تا اون چشمه رو پیدا کنیم دیگه. ای خدا. دوستان گلم در نبود شما من کمی از این لوت ها جمع کردم که پدرم در اومد. واقعا تخت داد. خوشبختانه تخت داد. راحت‌تر میتونیم دیگه دراگون راحت بکشیم. 2 تا سطل آب دار با یه دونه لاوا با یه دونه شیل و چند تا بلاک هایی که از قبل داشتیم و یه دونه شمشیر کلنگ داشتیم و از اینا من پدرم در اومد در رو بیارم. آخرم نفهمیدم چیه. چند تا تیر به ما داد و با این تیر که همون بریم حداقل اونجا موفق باشیم. با چند تا گلدن اپر بریم انشالله ببریم. بزنیم دراگون رو خار خفیف کنیمش. با یه دونم از اینا درسته ببینم اسمش چی بود. یا برفرست یادم نمیدونم آقا نمیدونم. بریم دراگون رو بکشیم. بزن بریم. آره
وقتشه. Let's go. What؟ کشتن دراگونه. خدا رحم کن. بازی به این گونه لگ میگیره. خدایا منو نجات بده از این لگ دیگه. برو بکن. و بچه اگرم باختم همینجا ویدیو دیگه تموم میشه دیگه. باختم دیگه نتونستم نوب بودم. اوکی بذار اول بیا بی وقتشه یعنی نشه. اوکی شد برو جان مادر تق یا ابرفز من لایک گرفتم. من این چالش 100 باختم. باش بیا گلدن اپر وای بچه ها لایک دارم بچه ها بزرگ خود ببخشید. شما چی بخواشید رخهای من دراگون میتونستم بکشم بعد دیگه چیکار کنیم دیگه. شما ببخشید ما لایک دارم. کلان بازی باگ خورد کرش نکنه خدا برسه سلامات. بچه ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. میدونم در قسمت آخرش هیچ پایان خوبی نبود گوه بود. شما ببخشید و منتظر ویدیوهای دیگه باشه. حداقل این ویدیو رو حمایت کنیم که ویدیو بعدی بتونیم بیشتر بکشیم. دوستتون دارم. موش به کلتون. لایک کامنت سابسکرایب فراموشتون نشه. قلب بنفش تو کامنت ها رو بتر کنید. حمایت لایک ها رو به بالای 1000 برسونیم. دوستتون دارم. تا ویدیوهای دیگر خدا نگهدار.